خب سلام، قراره که بریم پینتبال سراوان. قراره بریم اینجا و تیر بخوریم. خب قراره بریم که لباسا رو عوض کنیم بریم برای جنگ تمرین. بچه چاقو تو با خود داری میاری؟ آره بر نورد تمرین گشتنم بدن. بچه هم نشستن یه سری دارن لباس عوض میکنن پشت. خودمون آماده کردیم، آزوقا هم آوردیم که اگه مجبور شیم تو جنگل گیر کنیم اونجا شرایط برای بقا مهیا بشه 2-3 روز بتونیم کمپ کنیم. خلاصه با ما همراه باشید. قراره که دوربین بذاریم رو سرمون و ادامه با این کل بازی رو ببینید از POV. اگه تیر نخواه فکر کنم بالا سر من باشم اول تیر رو خورم. من ببین نه میخواستم خیلی خوب شدی. بگه دیگه لشتور شدیدم مرس بیا نفر بعدی چه باز من اینقدر دیشن کارگرا شدیم هستم. بریم بچه ها پسر رو بریم. آقا این چه پله اینجا پله. خب چی بپوشیم؟ آقا تو رفتن دیگه نمید فیلم بگیری که آقا حریم شخصی هر کسی. میخواد بکنی که بپوش من بگیرم. چرمه رو میشه بپوشی؟ لباس من اینجا بگیرم وایسا اوه یه تیکه وایسا تکون نخور بیشو اوکی بیا فلاشی ایراد نداره. برو توش. آره آقای بعدی برو. کی هست؟ من؟ آقای بعدی ترش قشنگه. آره دوست داشتم. احساس میکنم نمیشه. میشه تم بزنی اگه نزدیک نبود با یکم تا بزنیم مورد نه من که لباس این تصمیم داشتیم تعویض داره؟ آب نمیره که به شرط آقا لایک سابسکرایب یادتون نره، کامنت بذارید. میریم که چی بزن خودت بگو. خیلی خوب بلدی بگو. کامنت یادتون نره زنگولم رو آل بزنید که ویدیو این آقا رو همیشه بتونیم ببینیم. دمت گرم. مرسی. ممنون. کامنت هم یادتون نره. مرسی. رسمنده اسلام باشه. سید مصطفی از عقاب بشوریم برادرها. آقا عالی. برای من خوبه. بچه‌ها باید یکی بیایم بیرون. خب بریم. برادرها پلاکا رو گردن وصیتاتون هم بکنین. یکی آقا بعدی اون آقا رو با خانوش تیر بودن باز دو تا آقای با این خانم و اون خانم. ما تو گروه شماییم؟ آره. بدبخت شدی اونجا شما دو نفر هم با شما دو نفر. تیم آبی، ما تیم قرمزیم. تیم سبز. سبز. خیلی گرم سینا دیگه اول امنیت بعدن گرم. بیا مثلا که اینا بیشتر تیر خوردن بپوش. آره بچه ها لباس هم سن انشالله که تیر نخور. مرسی. آقا این خیلی تیر خورد. نگاه کن اونتون قبول نیست. آقا از الان بگم من اگه تیر خوردم به خاطر اینکه این روش یعنی از قبل خوردم. گوپرو گیر کرد. خب بریم بچه‌ها. روحان به پیش بدو تو زمین بدو بدو فعلا بدو آقا زمین بدو نه چپ بدو. این زمینه بچه‌ها. مگه بپیش نشدیم؟ کتونی ها اون چی؟ احساس میکنم تیم رقیب خیلی تیز و بزه. نه بابا قوانین بگو یه جور دیگه قوانین بگو. از در ای کسی نمیاد تو حرامه. راش فقط با نایف. تیر نداریم. اسنایپ هم کسی خواست وایسه یا این قلعه یا اون. و اعدوا ما استطعتم بالقوه. احسن آقا. وصیت می‌خوای مثلا بکنی؟ نفوذی من با تیم هم دارم صحبت بچه‌ها وصیتی چیزی اگه داری؟ منو بزنیم گریه میکنم وصیتی چیزی اگه دارید بچه‌ها. منو بزنیم تیم چی اسم تیمتون چیه؟ وصیت که نه ولی نصیحت داریم. نصیحتتون چیه؟ چیز جلی ما تو چیز کثیف. چیز زنگی. صحبتی نداری؟ نه والله.
به خانواده چیزی نگیم؟ نه فقط ما تا قبل از بازی استراتژیامون رو لو نمیدیم. بلند دارن زندگی میکنن به خاطر وجود ماست. احسن ما هستیم که وضعیت آنورمال، وضعیت ریسکی. ببین من یه گوشه قایم میشم، سمت من نیایید. تو به نادیا یه گوشه قایم شید. ما پیدا تو به نادیا بزن، نادیا به تو. من وسط میشم، هر کی اون تیر بزنه باخته. تیم چی؟ اول کل تیم در بچه صحبتی نداری؟ یه عروس 2 روز قبل عقدش چرا باید به پیکال؟ ناراحته گوش نست. اینو ببند بالا تیم نخوریم. چه کسی؟ اوه عزیزم عاشقانه های جنگ. یعنی میخوای اینجا رو تیر بزنی؟ من که با تو هم اونا که میخوان تیر بزنم. برید اون طرف آقا استراتژی بشین. بیا اینجا بچه بزنید دیگه. استراتژی اوکی. بیا ببین اینجا ما دو تا اینجا واسه ما خوشش بدیم. ببین نهایتاً بیاین اینجاها. بگو قایم آجوریه. اگه اون برام اونا رو بزنیم فقط همین. اون چیه بعد گفتی؟ اینجا بمونید. این دوره اینجا بمونید. راست. آره راست میگم. یا پشت اون آجوره مثلا یکیتون بمونه. این سمتی یه چیزی اونا ما رو بزنن ما اونا رو بزنن. هر کی که تیر بخوره میره بیرون. بازی رو به اون توضیح میده. آره. همگی تشریف بیارین. این بازی همینطوره که هیجان بالایی داره، خطرناک هم خیلی هست. پس قوانین من جدی بگیرید. این بازی به صورت گروهی انجام میشه. یک گروه این سمت و یک گروه آخر از زمین. این اسلحه تک تیره. خوان نداره. یعنی دقیق نمیزه. تیراش هم گرده. کات برمی‌داره. خب اسلحه جنگی نیست، اسلحه تفریحیه. بند کج نمی‌کنه. کج که تیر داخل مخزن گیر کنه یا تیر از مخزن خارج بشه. فاز پابجی خلاصه بر نداریم. بعد تیم دسمش داریم، فرمانده داریم، آزاد داریم و حذفی. تیم دسمش امتیازش همونطوریه ولی یه فرق داره. اون که هر کی که تیر خورد، حالا به کلش تیر خورد، به بدنش تیر خورد، به هر جاش تیر خورد، میره پشت یه قلعه این سمت یه قلعه اون سمت. به اصطلاح آمیانه بهش میگن بیس. می تو بیسش ریسپاون میشی، دوباره میای داخل بازی. 10 ثانیه بلند میشمونی، دوباره میای داخل بازی. اونایی که کالاف پابجی بازی میکنن منظور من متوجه میشن. ولی هر کی تیر خورد میاد پشت قلعه 10 ثانیه میشمونه، ادامه بازی دوباره میاد هم سنگر میگیره. حالا کدوم بازی میکنید من داخل من شما هست. امتیاز شماری تیم دسمچ چجوریه؟ همونطوریه 2-1. آها تیم دسمچ بریم. تیم دسمچ. آماده اید؟ بچه هم متوجه شدین؟ اینو متوجه شدم. ببین تیر خوردی؟ آره. فقط فرقش اینه که تیر خوردیم نمیمیریم. آره میری اونجا 10 ثانیه میشماری دوباره برمیگردی. که مسافرشون بالاه. ما یه 200 ولی به صورت مساوی، مثلا دو تا از این گروه، دو تا از این گروه، مثلا اینطوری. آره. سه تا از این گروه، سه تا از این گروه، مساوی باشه. تیرا بیشتر کم و زیاد نباشه. آره ما دو تا شما دو تا شما. اکبر این همه جلال. خیلی تاثیرگذار. حرکت کاملا جنگی بود. خانم شما مثل که تو جریان نبودی، یه چیزی توضیح بدم به خب خبر خوب نفرست. نیا کنین اگه تیر اضافه بیارید از هر این 4 تا آقایونی که شاکی باشه خب اون آقا رو به یه درختی میبندم، شما بهش تیر میزنید. خانم هم ببرید. ما خیلی یاراتون هم میخوایم ببرید. خب من اینجا میبندم و کلا بدون اسلحه، کلا رو سرشون باشه بهشون تیر بزنید. حکایت سیب بود. نظرتون چیه 2-2؟ نه کلا درصد ما باید چوبه رو بخوریم. این رسمه دیگه. میگم الان هر کدوم خودم وای میستم تیر بزنم. هر یک خشاب 40 تاییه. میخوای که بدم بهشون. نه دست میکنی کمه. آره بس قیافش نمیخوره چه. نه 120 خودت دسته بندی میکنم، ما بسته ما نمیدونیم. نه خب این که بریم تو. من عینک زدم زیرش. داره هی میره بالا. بچه‌ها این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید
و لایک این ویدیو اگه به 400 تا برسه پارت 2 این ویدیو رو هم میسازیم. بریم با هم دیگه بتر کنیم. بامبو کرد. بریم آقا. باشه پا بیارم. Far in the hole. گو پوشش بده آقا، پوشش بده. همین ها از کدوم مقاله رو بریم؟ دو تا یه طرف بریم یا دو طرف بریم؟ نه دو طرف. من راست میام تو چپ رو خوبه. تو این رو شروع کن. من از این مابی انتهای زمین میره، تیم 100 ابتدای زمین. ما هم داشتیم میرفتیم. نه دیگه به هجانش کنم. 5 بدو 4 بدو  آقا من تیر خوردم. تیر خوردم. 10 ثانیه بشمار. 10 ثانیه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. حدیث و مریم سمت راست رو بگیرید. همونجا که الان من بودم. دارمش بچه ها، راست خالی شد. نادیا تیر خوردی. بیا بیا بیا. حجت تیر خوردی. حاجت. خب بسته من میرم. کسی نمیرم. حجت برو 10 ثانیه.
بزن دور. من بودم، برو نادیا برو کنار نادیا. امین نخوردم. هدشات کردم. هم شدی؟ برو بگو بالا برو. نه من بکنم تمام. من تمام. آره خالیه. بریم. اما آتش بس. خیلی انرژی خیلی. آقا تیر ازم بیا اینجا، تیر ازم بیا اینجا. هدشات شدی گاجی؟ هدشات شدم؟ آره. کی خورده؟ من چی؟ مثلا نفهم. من چی؟ چیز ظاهری؟ دست دو تا دستت خورده. آقا جاز معذرت چیز نخورد. نه بالای هلمتت. بازه ببینم. من 3 بار تیر خوردم. نگرد داره. یک یکم یه بار مهروش ما دو زد. 3 آره اصلا تو از پشت تیر نخورد. نه من بودم اونجا که گفتی مهنوش من زدم. تو زده بودی. آره من چپ کردم. شما یکی هد 3 و 2 میشه 5 6 اصلا بالا نمیام. چقدر جنگ سخته. 6 سبا کردم. بچه یه سریتون رو زدم نرفتید بیرون. آره به چشی من هرچی به خوردم. چش دیدم تشی. کی بود؟ من بودم. برو بالا هلمت. ولی من هرچی خوردم و رفتم. کلم مثلا موماس رد شد خودم حس کردم. فهمیدم یه لحظه گفتم خورد درد گرفت. 8 8 اصلا بدتره؟ منفی 8 آه کلا 8. تیر آبی یکی به هد خورد درسته؟ آره. میشه منفی 2 امتیاز. بعدا که ببینم 3 امتیاز. بچه میبریم ما میبریم نه شما چندین؟ من منفی نخوردم. 8. فقط یک به کلم. بچه لایک یادتون نه چه هدشاتی شدی تو؟ کار کیوت؟ فقط کار کله بود. یه نفر از لای اون چیزه زد. من بودم یا امیر بود؟ امیر بود. قشنگ داشتم میزدم یه نمیستم رو اینا آخر بود. اینم نادیا که خسته. باز خوبه ها من اومدم جلو یکم. خدا بیگار شده. یکی به هد خورد. آره. 7 و 2 9 امتیاز. یس خوردیم بازم واو. 8 9 خیلی با پایا پای بود ولی این هدشات ها کلی امتیاز داره نگاه. یه دونه اسلحه من خورده نگو. این وسط. نزنی ما رو نزنی بیا. نه دستم پایینه دستم پایینه. خب حالا کی اصلی آبی یکی بیاد اینجا. کی بره؟ تو هدشات خوردی بیا اینجا. تو هدشات شدی بیا. نشانه بازن. بله بچه آماده ای؟ تیم 100 بنده بازی خسته. یس سوسو آقا من همینجا اعلام میکنم باختن
بردم بعدم باختم فقط بذاریم برم. نمیدونم که حتی خودتونم نمیدونید من جاسوس تیم شما بودم. خودی زدی؟ خودیات لحظه سرنوشت سا کی به درخت دستشه؟ آقایون عزیز نمیشه تیم بازنده مجازات بشه؟ فیلم بردار نه. باحال یک تیم بازنده مجازات تو که در هر حالت تیم می‌خوره واسه چه کار داوطلب شد دیگه. برو. تیم بالای تیم میخوره. آقا ما وتو کردیم 3 نفر وتو کردیم. تیم بازنده ولی یواش بزنیم. یواش چجوری میشه؟ یواش رو من بگم. آروم رأس بازی داره عوض می‌کنیم. قرار بود آقایون تیر بخوره. خب حل. خب. بریم. چهارتایی باشیم رگباری بگیرن رو خدای آره. چندتر داری تیر می‌کنیم. لطفاً حرف نزن. به نظرتون چه هر چی تیر داریم رو نادیا خواهد. دست بالا. حالا پام ای نادیا کم اقبال خود دوستم. حالا من نبود که آی جالبه میدونی کجا بود؟ ما بچه‌ها تفنگ مثل ناموس میمونه. چرا تفنگشو برداشتی؟ بچه‌ها تیر می‌خوردن. دستو می‌گرفتم بالا انگار بالا قدم زنی. چشم. این یکی بگیره. آقایون کلا گذاشتن؟ این لشگر صاحب زمان آماده باش. خانم‌های عزیز اینجا باشید. آقایون نقشه می‌کنن چوری تیر بخورن. خب بیا عقب چند میخوای بیا با قنداق بزن. یه جوری درست بزن. خب تیر داری؟ آره. آقایون بغل هم دیگه یه خط وایسی. هر جا دوستانی بزن. آقا خب باشه نصف و دار دیوار زدی یکی زدی با اون دادم. نشونه بگی بدن در راه خدا نزن دیگه. نمیخوام هر جایی بزنم میخوره. خور به جلیقش دروغ میگی. خورد که امیر. الان از این فاصله باشو کسی شد. دستم خود. خور به جلیقش دروغ نگو. بیا برو. خودو به دستم خود. صاحب تفنگ اومد بیا. بگیم آجا سر نادیا. سر پایین نزن یا سر. بچه من سر محمود نشونه گرفته بودم. نه سر نه. جلی نرو بزن. آها. خب. پایین داری میزنی یا علی؟ بزن شکم بزن. درد نداره بزن. میشه من بزنم؟ بس نزن. یکی بگه حستون چی بود؟ اسمم چی بود؟ حست. حس کار نمی‌کنه. همش تیر خوردم فقط. نه من یه دونه نه من فقط تیر خوردم و فقط تونستم بین این همه محمود یه دونه بزنم به پاش. آفرین. حجت حست. عالی. محمود جان حست چی بود از این کال آف دیوتی؟ یه دست کال زدی. والا ما یه دونه هدشات شدیم. تو کال آف دیوتی اینجوری من هدشات نشده بودم تا الان. آی اسنایپر هستم. یادگاری آوردم ببریم خونه گردن بند کن. گردن بند. خب بچه‌ها لشکر پیروز و لشکر شکست خورده نادیا. باشه همه شکستاتون تقصیر من. حاجی فردا میگم بریم سمت لس آنجلس رو ببینیم اون ورا. خب اینم از آخر بازی پینتبال سراوان. آقا محمد گل که یکی از خوبای روزگار. دمش گرم مرسی کلی باحال دادی و حتما بیاید اگه رشت میاید. یکی از بهترین تفریح هایی که میتونید داشته باشید. زمان خیلی خوبی هم داره. خب اینم بود از پینتبال ما. بریم تا ویدیو بعدی. خداحافظ.